به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان همیشگی سایت مرجع آموزش نرم افزارهای مکانیک. سروری هستم، مدیر بخش شبیه سازی و اجزای محدود سایت 3D استاتایار و در خدمت شما هستیم با یک مبحث آموزشی کاربردی. قصد دارم در این ویدیوی آموزشی شما رو با امکانات، توانایی‌ها و روند حل یک مسئله در نرم افزار آباکوس آشنا کنم. اگر بخوام به شکل کلی نرم افزارهای حوزه مهندسی مکانیک رو در دو دسته خاص تقسیم بندی کنم، میتونم به نرم افزارهای طراحی و نقشه کشی و نرم افزارهای تحلیلی و محاسباتی اشاره کنیم. قطعا همه شما هم میدونید که پروسه و سیکل رسوندن یک ایده، رسوندن یک فکر از سمت تیم مهندسی تا پروسه‌ای که در خط تولید دنبال میشه یک فرایند زمانبر، هزینه بر و بسیار پیچیده است. در این بین وجود نرم افزارهای شاخه طراحی و نرم افزارهای حوزه تحلیل محاسبات بسیار زیاد کمک کردند تا علاوه بر این که تایم رسیدن یک محصول و سنجش کارایی اون به خط تولید بسیار کوتاه بشه، از هزینه‌های گزافی که برای فرایند سعی و خطا در پروسه تولید هم انجام میشد چشم پوشی و جلوگیری بشه. دسته اول از نرم افزارهایی که در این حوزه وجود داشتن نرم افزارهای طراحی و نقشه کشی بودن. نرم افزارهایی مثل کاتیا، مثل سالید ورکس، مثل اینونتور و در رأس نرم افزارهای نقشه کشی دو بعدی نرم افزار اتوکد. این دسته از نرم افزارها استفاده می شدن تا ایده و اون چیزی که در ذهن یک مهندس طراح بود رو به شکل یک مدل سه بعدی و ملموس برای بیننده و برای مهندسین در بیارن. در واقع کار اونها این بود که فقط بیان کارهای مربوط به مدل سازی رو انجام بدن. در اکثر شرکت ها، در اکثر کارخونه های بزرگ، این دو تیم، یعنی تیمی که مربوط به کارهای طراحی و نقشه کشی هست با تیم تحلیل و محاسبات، دو تا تیم جدان در دو تا فضای فکری متفاوت و مدام بین این دوتا داره در واقع فیدبک گرفتن و ارسال نظر و اصلاح انجام میگیره. مهندسینی که قصد ارائه یک محصول رو دارن، بهترین ابزار برای پرزنت کردن اون کار خودشون، پرزنت کردن اون فکر و ایده خودشون رو استفاده از نرم افزارهای حوزه طراحی میبینن. در نتیجه با استفاده از نرم افزارهای مثل کاتیا، مثل سالید ورکس، اینونتور، NX، پرو انجینیر سعی میکنن اون چیزی که در ذهنشون هست رو به نمایش بذارن و از اون طرف مهندسینی که در حوزه تحلیل و محاسبات کار میکنن به کمک نرم افزارهای قدرتمندی مثل آباکوس، انسیس، فلوئنت، مطلب سعی میکنن ایده‌ای که از سمت مهندسین طراح اومده رو اینجا سنجش کنن، پرفورمنسش، عملکردش و مناسب بودنش برای اون کاربردی که مد نظر طراح بوده رو بسنجن. استفاده از این دوتا نرم افزار در کنار همدیگه باعث میشه که همیشه شما یک فرایند پویا داشته باشید، یک فرایند داینامیک. مهندسین حوزه طراحی ایده های خودشون رو عملیاتی کنن، به شکل مدل سه بعدی در بیارن و از یک طرف به کمک نرم افزارهای تحلیلی و محاسباتی مثل آباکوس بیان این ایده خودشون رو تست کنن، ببینن آیا در اون شرایط عمل کردی رفتار مناسب این قطعه یا این مجموعه‌ای که قرار ساخته بشه از خودش نشون میده یا نه. خیلی از دوستان بین این حجم انبوه از نرم افزارها ممکنه سردرگم شن. اینکه بین این همه نرم افزار طراحی و این همه نرم افزار تحلیلی و محاسباتی بالاخره ما کدوم رو انتخاب کنیم؟ در حوزه نرم افزارهای طراحی پیشنهاد من در گام اول اینه که شما یک نرم افزار از حوزه طراحی و یک نرم افزار در حوزه تحلیل و محاسبات رو مسلط بشید. در حوزه نرم افزارهای طراحی پیشنهاد من به شما نرم افزار بسیار قدرتمند کاتیا است که در بخش عمده‌ای از صنایع داخلی کشور من جمله صنعت خودروسازی هم به وفور مورد استفاده قرار میگیره. در حوزه نرم افزارهای تحلیلی و محاسباتی من به شما نرم افزار آباکوس رو پیشنهاد میکنم. به چه دلیل؟ دلایل بسیار متعددی برای این انتخاب وجود داره که در ادامه با این دلایل آشنا خواهیم شد.
پس اگر بخوایم یک مرور کنیم، نرم افزار آباکوس در حوزه نرم افزارهای تحلیلی و محاسباتی قرار میگیره. اساس کار نرم افزار آباکوس چی است؟ هر سیستم فیزیکی که شما در اطرافتون میبینید و در واقع در عالم واقع شما دارید میبینید، برای حل کردنش یا رفتارش و پیشبینی رفتارش یک معادله دیفرانسیل وجود داره. اگر دارید یک مسئله را از منظر انتقال حرارت نگاه میکنید، طبیعتاً یک معادله انتقال حرارت وجود داره که رفتار این سیستم رو داره پیش بینی میکنه، رفتار این سیستم رو داره نشون میده. اگر در حوزه مسائل دینامیک کار میکنید، به همین ترتیب مسائل فرمینگ، مسائل مربوط به ارتعاشات و مسائل مربوط به کمانش، اگر به دروسی مثل مقاومت مساله، به دروسی مثل ارتعاشات و یا مباحث طراحی اجزا رجوع کنید، میبینید که شما یک سری معادله دیفرانسیل دارید که حل این معادلات دیفرانسیل نتیجه اون چیزی که مد نظر شماست و تحلیل شما رو مشخص میکنه. در مباحثی مثل ریاضیات مهندسی با معادلات موج آشنا شدید. یاد گرفتید که انتشار یک موج در یک فضا رو میشه در سیستم‌های مختصات متفاوت با یک سری معادلات دیفرانسیل بیان کرد. شرایط مرزی میشه براش در نظر گرفت، شرایط اولیه در نظر گرفت و مسئله رو حل کرد. پس حل مسئله پیش بینی رفتار سیستم رو در اختیار ما قرار میده. اینکه سیستم در یک تایم جلوتر چه رفتاری نشون میده، در یک زمان یا در یک مکان جلوتر سیستم داره چه رفتاری از خودش نشون میده. اما برای اینکه شما بتونید حل کنید مسئله رو و اون معادله دیفرانسیل رو حل کنید، باید بیاد یک سری شرایط مرزی اعمال کنید، یک سری شرایط اولیه اعمال کنید. برگردید به دروسی مثل معادلات دیفرانسیل و ریاضیات مهندسی. شما یک مسئله، یک معادله دیفرانسیل رو حل می‌کردید، یک جواب عمومی و جنرال می‌گرفتید و حالا بر اساس شرایط مرزی مختلف، بر اساس شرایط اولیه متفاوت و بر اساس بارگذاری‌های مختلف، شما نتایج اختصاصی برای اون مسئله خاص رو در می‌آوردید و میگفتید حالا این معادله که حل شد، رفتار سیستم به وسیله این معادله قابل پیش بینی هست. اما فراموش نکنیم هر چقدر سیستم بزرگتر میشد، هر چقدر سیستم پیچیده تر میشد و هر چقدر شرایط مرزی سیستم دشوارتر بود، حل تحلیلی اون معادله دیفرانسیل هم سخت‌تر میشد. سیستم هایی که درجات آزادی خیلی بزرگی داشتن، سیستم هایی که پیچیدگی هندسی در واقع زیادی داشتن، یا اینکه رفتار متریال در داخل اون جسم پیچیدگی های خاصی رو داشت، دیگه به روش های معمول و روش های تحلیلی حل معادلات دیفرانسیل قابل حل نبودن. اینجا بود که نیاز به پیدایش یک سری ابزارهای عددی حس شد. در نتیجه روش‌های عددی به کار گرفته شدند تا معادلات دیفرانسیلی که حالا پیچیدگی‌های بسیار زیادی داشتند رفته رفته و به تدریج حل بشن. پس اگر بخوایم چکیده بگیم، اساس کار نرم افزارهای اجزای محدودی مثل آباکوس چیه؟ اینکه بر اساس تشخیص نوع سیستم معادله دیفرانسیل سیستم انتخاب بشه، بر اساس شرایط مرزی بارگذاری و اون در واقع شرایط اولیه‌ای که به مسئله حاکم هست معادله دیفرانسیل حل بشه. از چه طریقی؟ از چه زاویه‌ای و به کمک چه ابزاری؟ از طریق روش‌های عددی. پس استفاده از روش‌های عددی اون چیزیه که در نرم افزارهای اجزای محدود و به شکل خاص و قدرتمند در نرم افزار آباکوس مورد استفاده قرار میگیره. روش اجزای محدود که این همه ما میگیم نرم افزار آباکوس یک نرم افزار مبتنی بر روش اجزای محدود هست، چیزی جز یک روش عددی برای حل تقریبی یک دستگاه معادله‌های دیفرانسیل که حاکم بر یک مسئله فیزیکی است نیست. یعنی روش اجزای محدود یک چیز در واقع عجیب غریب انتزاعی با یک مفهوم پیچیده نیست. شما یک معادله دیفرانسیل دارید، این معادله دیفرانسیل از طریق روش‌های معمول حل نمیشه. به چه دلیل؟ به دلیل پیچیدگی‌های زیاد، به دلیل گستردگی، به دلیل اینکه سیستم بسیار وسیعه.
حالا شما میایید از یک سری تکنیک های عددی استفاده میکنید. هدف روش چیه؟ اینکه شما بتونید مسئله رو حل کنید از طریق جایگزین کردن با یک مسئله ساده تر. یک سری ساده سازی هایی رو انجام بدید بدون اینکه به کلیت مسئله خلالی وارد کنید، بدون اینکه بیس مسئله رو تغییر بدید، ولی بیایید یک سری ساده سازی های اصولی انجام بدید. اساس کار چیه؟ اینکه کل مدل و کل اون ناحیه حل رو به تعداد محدودی جزء کوچیکتر تقسیم کنیم. این اجزای کوچیکتر اسمشون چیه؟ المان ها. روش اجزای محدود تحت عنوان فاینایت المنت متد شناخته میشه. تقسیم اون مسئله مورد نظر به تعداد محدود منظورم اینجا قابل شمارشه. منظورم این نیست که تعداد در واقع یک قیدی روی تعداد دارین، این که بیشتر از 1,000,000 المان استفاده نشه. نه، هر چقدر هم تعداد المان های شما زیاد باشه، هر چقدر هم شما از مش اصطلاحاً ریزی استفاده کرده باشید، ولی باز هم تعداد المان ها قابل شمارشه. محدود بودن به این مفهوم و به این معنیه. پس ما میایم مسئله رو به یک سری اجزای کوچیکتر میشکنیم و معادله دیفرانسیل رو برای این اجزای کوچیکتر حل خواهیم کرد و بعد با تجمیع نتایج جواب کلی مسئله رو استخراج میکنیم. روند کار آباکوس به چه ترتیبی هست؟ اساس کار رو خدمتتون عرض کردم. شما قراره به کمک نرم افزار آباکوس بیاید یک معادله دیفرانسیل، در واقع یک سیستم فیزیکی رو حل کنید. مراحل حل چیه؟ اولین گام و مهمترین گام اینه که شما بیاید ماهیت فیزیکی مسئله رو درک کنید. توی مجموعه آموزشی که برای شما عزیزان تدارک دیدیم در گروه 3D استاتایار، روش‌های فهم ماهیت فیزیکی مسئله رو خدمتتون عرض کردیم. اینکه کجا از چه نوع حلگری استفاده میشه، اینکه نوع مسئله رو چجوری تشخیص بدیم، اینکه چجوری میشه اصلا یک سری ساده سازی انجام داد برای مسئله بدون اینکه کلیت مسئله دچار اخلال بشه، بدون اینکه کلیت مسئله در واقع دستخوش تغییر بشه. در گام بعد میایم سازه رو، اون مسئله رو به یک سری جزء کوچیکتر با تعداد مشخص و متناهی تقسیم میکنیم، شرایط مرزی و بارگذاری بهش اعمال میکنیم و در نهایت دستگاه معادلات دیفرانسیلی که به سیستم فیزیکی حاکم هست تشکیل میشه و این دستگاه معادلات دیفرانسیل به کمک یک نرم افزار بسیار قدرتمند که کار حل عددی این سیستم و این معادله دیفرانسیل رو انجام میده پایان خواهد پذیرفت به اسم نرم افزار آباکوس. پس ما اون سیستم در واقع معادلات دیفرانسیل، اون دستگاه معادلات دیفرانسیل رو قراره به کمک یک ابزار حل کنیم، ابزاری به اسم نرم افزار آباکوس. مراحل حل مسئله به شکل کلی در روش اجزای محدود به چه ترتیبی هست؟ ما یک مسئله رو باید به 3 قسمت تقسیم کنیم. قسمت اول پیش پردازش یا پری پروسس، این که بیایم مدل سازی کنیم، مدل 3 بعدی ایجاد کنیم، تعریف کنیم متریال رو، بیایم بارگذاری کنیم و در نهایت شرایط مرزی اعمال کنیم و بیایم مسئله رو به المانهای مشخص و محدود تفکیک کنیم. این مرحله تحت عنوان پیش پردازش شناخته میشه. گام بعدی برای حل مسئله قسمت یا بخش پردازشه. به هر حال شما یک مسئله ای رو دیدید، اومدین این رو ساده سازی کردید، اومدید به کمک یک نرم افزار این رو در واقع مش‌زنی کردید، تفکیکش کردید به المان‌های مشخص و المان‌های محدود. خب حالا شما هدفتون چیه؟ هدفتون اینه که مسئله رو حل کنید. این کاریه که در بخش پردازش انجام میشه، همون حل مجموعه معادلات دیفرانسیل سیستم. در نهایت بعد از اینکه مسئله رو حل کردید باید قادر باشید نتایج حاصل از حلتون رو ببینید. به هر حال شما از این حل مسئله یک هدف رو دنبال میکنید، اینکه یک پارامتر خاص رو به دست بیارید، یک پارامتر رو استخراج کنید. بسیار خوب، به کمک ابزارهای پس پردازش یا پاست پروسس شما قادر خواهید بود خروجی های مورد نظر تحلیلتون رو مشاهده کنید. همه این مواردی که گفتیم
در نرم افزار آباکوس به شکل یک پارچه وجود داره. از این نظر نرم افزار آباکوس واقعا یک نرم افزار بی‌نظیره. یعنی شما هر 3 تا گام پیش پردازش که شامل ترسیم هندسه، اعمال بار، باندری کاندیشن ها و مش بندی میشه، در کنار پردازش و حل، مجموعه بسیار غنی، بسیار کامل در انواع و اقسام حوزه‌های مکانیکی، حوزه‌های مربوط به مهندسی عمران، مهندسی متالورژی و حتی مباحث مربوط به مهندسی برق. کتابخونه بسیار بسیار قوی، قدرتمند از انواع سالورها و حلگرهایی که هم در حوزه خطی هم در حوزه غیر خطی کار میکنن. سالورها و پروسیجرهای پرتوربیشن یا لینیر پرتوربیشن ها مثل تحلیل های فرکانسی، مثل تحلیل کمانش، مثل مسائل کوپل. در کنار اینها شما میتونید به انواع و اقسام روش ها نتایج حاصل از حلتون رو مشاهده کنید، براشون نمودار ترسیم کنید، به شکل کانتور رنگی و کیفی نمایش بدید، یا اینکه نتایج رو استخراج کنید، خروجی بگیرید برای اینکه برید تو نرم افزارهای ثانویه استفاده کنید، انیمیشن تهیه کنید از تحلیلتون. همه این موارد در یک محیط برای شما فراهم شده. یعنی شما نیاز به شیفت پیدا کردن بین نرم افزارهای مختلف ندارید. یک بار نرم افزار آباکوس رو باز میکنید، از 0 تا 100 حل مسئله رو انجام خواهید داد. خیلی از نرم افزارهای دیگه در این حوزه هستن که هر کدوم از اینا رو در قالب یک بسته تجاری ارائه میدن. یعنی شما باید یک بار بیاید در یک محیط جداگانه کار مدل سازی رو انجام بدید، ذخیره کنید، برید در یک محیط دیگه کارهای مربوط به حل رو انجام بدید، دوباره ذخیره کنید، این نرم افزار رو ببندید، یک نرم افزار مربوط به پست پروسس رو مثلا ران کنید و بیاید نتایج حاصل از تحلیلتون رو ببینید. آباکوس همه اینها رو در یک قالب و به شکل یک پارچه داره به شما ارائه میده. شما میتونید همه کارها از مدل سازی و اعمال بار و شرایط مرزی و مشزنی تا حل مسئله و مشاهده نتایج و استخراج خروجی رو فقط و فقط در یک محیط انجام بدید. این یک ویژگی بسیار بسیار عالی و جذاب در نرم افزارهای حوزه اجزای محدود محسوب میشه. حوزه کاربرد آباکوس کجاست؟ شما با آباکوس چه جور مسائلی و چه تیپ مسائلی رو میتونید حل کنید؟ عرض کردم خدمتون شما یک در واقع دیتابیس بسیار قدرتمند برای حل معادلات دیفرانسیل دارید. چه مسائلی قابلیت حل شدن دارن؟ مسائلی که در حوزه مسائل استاتیک و شبه استاتیک قرار میگیرن، مسائل ارتعاشات. شما حتی به کمک نرم افزاری مثل آباکوس قادر به حل مسائل حوزه CFD یا دینامیک سیالات محاسباتی هستید. مباحث حوزه انتقال حرارت و شکلدهی فلزات که قطعا دوستانی که کار کرده باشن میدونن حوزه شکلدهی فلزات از جمله حوزه‌های بسیار پیچیده از نقطه نظر تئوری به حساب میاد. مباحث مربوط به برخورد و ضربه، مسائل انفجار و انتشار امواج آکوستیک، تحلیل مکانیزم هایی که شما در انواع و اقسام سازه ها و دستگاه های مکانیکی باش برخورد میکنید، مسائل حوزه دینامیک مثل حرکت، مثل برخورد، مثل مباحث شتاب ها و نیروهای گریز از مرکز. در انتها مباحث بسیار پیچیده و پیشرفته مثل فلوید استراکچر اینتراکشن ها یا برخورد سیال با یک سازه که از جمله مباحث بسیار پیشرفته محسوب میشه. همه اینها در کنار چندین و چند نوع دیگه از مسائل مثل مسائل کمانش، مثل مسائل تحلیل فرکانس، همه در حوزه کاربرد نرم افزار آباکوس قرار میگیره. آباکوس قادر به تحلیل همه مواردی که اشاره شده هست در یک محیط یک پارچه، در یک محیط گرافیکی و با قابلیت‌های بسیار بسیار بی‌نظیر. بریم مرور کنیم اصلا حل مسئله در آباکوس چه مراحلی داره. برای اینکه یک مسئله رو در آباکوس حل کنیم در گام اول باید بیایم از قطعه مورد نظر یا مجموع قطعاتمون مدل هندسی ایجاد کنیم. در گام دوم باید بیایم برای قطعاتی که داریم خواص مکانیکی تعریف کنیم، متریال پراپرتی برای قطعات اختصاص بدیم. گام سوم
اگر ما مجموعه قطعاتی رو داریم که حالت مونتاژی دارن، بیایم در ماژول اسمبلی اینها رو با هم مونتاژ کنیم. به عبارت بهتر، مجموعه قطعات رو در جای مناسب خودشون قرار بدیم. بعد از اینکه این کار رو کردیم، بیایم حلگر یا سالور مربوط به مسئله‌مون رو انتخاب کنیم، بسته به اینکه داریم چه مسئله‌ای رو حل می‌کنیم. آیا در حوزه انتقال حرارت هست، یا در حوزه تحلیل ضربه، یا در حوزه مباحث مربوط به تحلیل تنش. بیایم در گام بعدی برای حل مسئله شرایط مرزی اعمال کنیم، بارگذاری اعمال کنیم و شرایط اولیه. در نهایت آخرین گام برای اینکه بتونیم کار رو در نرم افزار آباکوس پیش ببریم، بحث مش‌زنی یا شبکه بندی اون قطعه است. اساس و بیس اجزای محدود ایجاد اون شبکه و ایجاد اون المان هاست. کاری که نرم افزار آباکوس به شکل یک پارچه از ایجاد مدل تا شبکه بندی و حل و مشاهده نتایج برای شما به خوبی انجام میده. میخوایم یه مروری با هم داشته باشیم که هر کدوم از این گام هایی که گفتیم تو چه محیطی انجام میشه، چه قابلیت هایی داره و به چه طریق میشه اینها رو بهشون دسترسی داشت. در مجموعه آموزشی که برای شما عزیزان تدوین شده، همه این مسائل به شکل مجزا در کنار همه ابزارهایی که در اون محیط در اختیار شما قرار گرفته معرفی شده، دلایل انتخابشون ذکر شده و در کنار اونها سعی کردیم که تسلط شما رو روی یک ابزارهایی که در اون ماژول در اختیارتون قرار میگیره بالا ببریم و اون سرنخ‌های اولیه و اساسی که شما برای کار با نرم افزار آباکوس بهش نیاز دارید رو برای شما عزیزان فراهم کنیم. بریم مرور کنیم که اصلا چه اتفاقی قراره توی این ماژول‌های مختلف بیفته. اولین ماژول پارت هست. اولین گامی که شما برای حل یک مسئله در نرم افزار آباکوس بهش نیاز دارید، ایجاد مدل هندسی از مسئله مورد نظر هست. ماژول پارت ماژول اختصاصیه که برای ایجاد مدل هندسی از مسئله مورد نظر تدوین شده. یک سری مفاهیم پایه در ماژول پارت وجود داره: بحث مدلینگ اسپیس، بحث نوع پارت یا نوع قطعه‌ای که قراره ایجاد بشه، بحث بیس فیچرها، شیپ ها یا اون شکلی که قراره قطعه داشته باشه و مباحث اختصاصی و خاصی مثل رفرنس پوینت. همه این موارد از جمله قابلیت ها و ضروریاتی است که شما باید در ماژول پارت اونا رو ایجاد کنید. پس به شکل چکیده و خلاصه شما قرار هست یک مدل هندسی با تمام جزئیات، با تمام دیتیل ها از مسئله مورد نظرتون رو در ماژول پارت ایجاد کنید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، میایم و در ماژول پراپرتی خواص مکانیکی اون قطعه یا اون متریال خاص رو تعریف میکنیم. اینکه متریال چه رفتاری داشته باشه، الاستیک باشه، پلاستیک باشه، ترکیب الاستیک پلاستیک باشه، مدل دمیج داشته باشه یا نه، یا مباحث مربوط به انتقال حرارت، خواص مربوط به انتقال حرارت مثل ضریب هدایت حرارتی براش تعریف بشه یا نشه. در کنار اینها مباحثی مثل اختصاص سکشن و تعریف سکشن برای اون قطعه مورد نظر از جمله موارد ضروری هست که شما باید در ماژول پراپرتی اونا رو ایجاد کنید. به شکل خلاصه تعریف متریال، تعریف سکشن، تعریف انواع پروفیل هایی که در خصوص مباحثی مثل تحلیل تیر به کار میره، اسکین ها و میله های تقویتی که بسیار بسیار مورد توجه محققین حوزه عمران و مکانیک هست، اختصاص دادن سکشن و همینطور تعریف مواد کامپوزیت، همه از جمله مواردی هست که در ماژول پراپرتی شما باید بهشون بپردازید. ماژول پراپرتی به شکل خلاصه برای تعریف خواص مکانیکی و ایجاد کردن و اختصاص دادن سکشن به قطعه مورد نظر هست که در نرم افزار آباکوس گنجونده شده. بعد از اینکه کار مدل سازی و اختصاص متریال به قطعات رو انجام دادید، حالا باید بیاید قطعات رو نسبت به هم مونتاژ کنید.
قطعات رو در پوزیشن درست خودشون قرار بدید در فضای حل مسئله. اینکه هر قطعه به چه نحوی نسبت به مجموعه قطعات دیگه جایگیری پیدا کرده، ترکیب این قطعات به چه شکل و به چه ترتیبی هستند. میتونید بیایید اگر یک مسئله رو دارید حل میکنید که یک جزء خاص مثل یک پین، مثل یک پیچ قراره صدها بار تکرار بشه، میتونید بیایید از ابزارهای استفاده کنید که قطعه شما رو تکثیر میکنن، پترنش میکنن. نیازی به ایجاد کردن یک هندسه پیچیده به تعداد دفعات زیاد ندارید. در کنار همه این موارد شما میتونید بیایید قطعات مختلف رو نسبت به هم قید و بند هندسی بینشون ایجاد کنید. یعنی بیاید بگید این دوتا قطعه سطوحشون با هم مماسه، این دوتا قطعه این دوتا سطحشون بر هم عموده، این دوتا قطعه که استوانه‌ای هستن هم محور تعریف میشن. همه این موارد از جمله وظایفی است که شما در ماژول اسمبلی بهش خواهید پرداخت. در واقع ایجاد یک اینستنس پارت، جیومتری کانسترینت، پترن ها و مجموعه ابزارهایی که برای ترنسلیت کردن یا روتیت کردن قطعات در اختیار شما قرار میگیره همه ابزارهایی است که در ماژول اسمبلی تعبیه شده. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، بسته به نوع مسئله‌تون میاد یک سالور مناسب تعریف میکنید. شما میایید بسته به اینکه قصد حل چه مسئله‌ای و ماهیت فیزیکی مسئله‌تون چی باشه یک سالور یا یک حلگر مناسب انتخاب میکنید. اگر قصد حل یک مسئله حوزه انتقال حرارت رو دارید، طبیعتاً یک معادله دیفرانسیل انتقال حرارت دارید، پس سالورش باید قادر به حل یک معادله دیفرانسیل از نوع انتقال حرارت باشه. یک معادله دیفرانسیل از نوع انتقال حرارت به کمک یک ابزار حل میشه، یک معادله دیفرانسیل ارتعاشی یا کمانشی به کمک یک ابزار دیگه. هر مسئله سالور مناسب خودش رو داره. در کنار این موارد شما میتونید برای نرم افزار تعریف کنید که انتظارتون از این حل چیه، منتظر چه خروجی هایی در پایان تحلیلتون هستید. بیاید تنظیمات مربوط به حل رو انجام بدید و همینطور در مورد مسائلی که پیچیده هستند و دچار دفورمیشن های خیلی زیاد بیایید از ایلی ادپتیو مش استفاده کنید. استفاده از اوتپوت ریکوست ها یا درخواست اون ثبت نتایجتون، انتخاب استپ و همینطور سالور، کنترلرهای حل و در کنار اونها ایلی ادپتیو مش از جمله مواردی هستن که در ماژول استپ تعریف میشن. همه این موارد به خصوص مباحث پیشرفته و ادوانسی مثل استفاده از المان‌های تطبیقی یا ایلی ادپتیو مش در مجموعه‌های آموزشی که برای شما عزیزان تدوین شده به شکل مفصل بهش پرداختیم. اینکه کجا استفاده میشه، تنظیماتش به چه ترتیبی هست و اینکه استفاده از این ابزار چه کمکی به ما میکنه از نقطه نظر تئوری هم به اینها پرداختیم. پس وظایف ماژول مش و ماژول استپ به شکل کلی انتخاب حلگر مناسب، تعیین و ثبت خروجی های مد نظر از یک تحلیل، تنظیمات حل و در صورت نیاز استفاده از مشبندی های تطبیقی یا ادپتیو مشینگ هست. بعد از اینکه کار انتخاب حلگر در ماژول استپ رو انجام دادید، بسته به اینکه مسئله‌مون در حوزه مربوط به برخورد یا مباحث پیشرفته‌ای که مشخص خواهد بود قرار میگیره یا نه، وارد ماژول اینتراکشن خواهیم شد. به شکل کلی اگر قصد تحلیل مسئله‌ای رو دارید که مباحث مثل تماس و برخورد داره و یا اینکه اگر قرار قیود یا در واقع کانسترینت های روی درجات آزادی بگذارید نه روی هندسه، و یا اینکه قصد ایجاد کانکتورها یا اتصال دهنده ها رو دارید و یا میخواید یک سری قشاهای حرارتی، یک سری ممبرین های حرارتی رو تعریف کنید، همه این موارد رو باید بیاد در ماژول اینتراکشن انجام بدید. ماژول اینتراکشن یک ماژول اختیاری است
یعنی شما الزامی ندارید برای همه مسائلتون وارد ماژول اینتراکشن بشید. در چه مسائلی باید به ماژول اینتراکشن رجوع کنید؟ مسائلی که در حوزه برخورد قرار میگیرن، مسائلی که در حوزه ضربه هستن، مسائلی که در حوزه انتقال حرارت با محیط اطراف قرار میگیرن، مسائلی که در حوزه در واقع تشعشعات حرارتی، چه اینکه جسم تشعشع حرارتی داشته باشه به محیط و یا اینکه تحت تاثیر تشعشع حرارتی از محیط باشه. همه این موارد از جمله مسائل محسوب میشن که استفاده از ماژول اینتراکشن رو برای شما ضروری میکنن. از اون طرف قضیه اگر شما مسائلی در این حوزه رو دارید، باید بیاید در ماژول اینتراکشن یک سری تنظیمات خاص رو انجام بدید، از جمله ماژول‌های بسیار پیشرفته و از نقطه نظر فنی و تئوری یکی از ماژول‌های بسیار سنگین با تئوری‌های سطح بالاست. حالا که مسئله رو تا اینجا رسوندیم، فرض کنیم میخوایم یک سری شرایط مرزی و شرایط اولیه در کنار بارگذاری به قطعه اعمال کنیم. حل مسئله بدون بار، بدون شرط مرزی و شرط اولیه معنی نداره، مفهومی نداره. اینکه شما یک قطعه رو داشته باشید، هیچ شرط مرزی بهش اعمال نکردید، هیچ بارگذاری هم نداره، هیچ شرط اولیه هم نداره. خب شما از حل این مسئله دنبال چی هستید؟ یک قطعه هست که توی یک فضایی برای خودش قرار گرفته. از حلش به هر حال شما یک هدفی دارید. وقتی هم از حل این مسئله یک هدف دارید، الزاماً باید یک سری قیود براش وجود داشته باشه، یک سری شرایط مرزی وجود داشته باشه، یک سری شرایط اولیه و بارگذاری وجود داشته باشه. به شکل خلاصه اگر میخواید شرایط مرزی، اولیه یا بارگذاری دلخواهتون رو روی قطعه اعمال کنید، باید این کار رو در ماژول لود انجام بدید. اعمال بار، باندری کاندیشن و همینطور بارهایی که در حیطه میدانها قرار میگیره، مثل میدان تنش، مثل تنش‌های پسماند، مثل دماهای اولیه‌ای که یک قطعه داره، همه از جمله مواردی است که در ماژول لود شما باید بهش بپردازید. در کنار همه این موارد شما میتونید ترکیب مختلفی از بارگذاری‌های مختلف رو در کنار شرایط مرزی مختلف با هم بیاید ترکیب کنید. همه حالت‌هایی که مد نظرتون هست، همه سناریوهایی که توی ذهنتون برای یک مسئله ممکن اتفاق بیفته تعریف کنید، بارهای مختلف ترکیب بشه، شرایط مرزی مختلف ترکیب بشه و از این طریق شما بیاید با یک بار حل مسئله همه نتایج مربوط به اون سناریوها رو به شکل یک جو و یک پارچه ملاحظه کنید. پس همه این موارد که خدمتتون عرض کردم، شرایط مرزی، شرایط اولیه، لود دلخواه و همینطور لود کیس های متفاوت یا بارگذاری های ترکیبی از جمله مواردی هست که در ماژول لود انجام میشه. در ادامه روند حل، بعد از اینکه همه کارها را انجام دادید، باید وارد ماژول مش بشید. اساس و شالوده روش اجزای محدود استفاده از اجزای کوچکتر و تقسیم مسئله به یک سری المان‌ها و اجزای کوچکتر هست. بسیار خوب. مجموعه ابزارهایی که در ماژول مش در اختیار شما قرار داده میشه، مثل شبکه بندی مدل، مثل تعریف خانواده المان، مثل تعریف کنترلرهای حل و همینطور اصلاح شبکه و اعمال تغییرات روی مش از جمله مواردی است که و امکاناتی است که در ماژول مش در اختیار کاربر قرار داده شده. شما میتونید بیاید در ماژول مش سایز و نحوه مش بندی قطعه رو تعیین کنید که المان‌ها چه شکلی باشند. اگر در فضای دو بعدیه، المان‌ها حالت مثلثی دارن یا حالت مربعی. اگر در فضای سه بعدی هست، المان‌ها حالت مکعبی یا شش وجهی دارن و یا اینکه حالت در واقع هرمی شکل هستند. شکل المان رو شما تعیین میکنید. در کنار این تعیین میکنید که المان شما در چه خانواده‌ای باشه. مسئله شما از نوع تحلیل تنشه یا یک مسئله انتقال حرارته، یا فرض کنید دارید یک مسئله حوزه آکوستیک رو بررسی میکنید. بسته به اینکه نوع مسئله شما
چی باشه و در کدوم یکی از این مواردی که خدمتتون عرض کردم قرار بگیره، میتونید بیاد خانواده المان یا همون المنت فامیلی رو انتخاب کنید. در کنار این موارد میتونید بیاد کنترلرهایی که مربوط به پدیده های خاص مثل بحث اورگلاس میشن رو فعال کنید. همینطور هر جایی که نیاز باشه به کمک ابزارهای اختصاصی و خاصی که در اختیار شما قرار میگیره میتونید مش، المانها، نودها و نحوه چیدمان اونها رو بررسی کنید و اگر نیاز به اصلاح داره اونها رو اصلاح کنید. همه مواردی که خدمتتون عرض کردم، همه گام‌هایی که خدمتتون عرض کردم تا همین ماژول مش در حوزه پری پروسس قرار میگیره، در حوزه پیش پردازش. حالا که مسئله در حوزه پیش پردازش کامل شد، ماژول جاب نقش حل مسئله یا پروسس مسئله رو داره. کاری که شما در ماژول جاب میکنید، مسئله رو برای حل ارسال میکنید. اگر احیانا جایی از یک ساب روتین به زبان فورترن استفاده کردید، مسیر اون ساب روتین رو برای نرم افزار تعیین میکنید. اگر نیاز به کنترل هایی روی حل دارید از نقطه نظر سخت افزاری، مثل درصد استفاده از سی پی یو، درصد استفاده از رم، میتونید در این قسمت اعمال کنید. میتونید از پردازش های پارالل یا موازی استفاده کنید و یا اگر یک مسئله در حوزه اپتیمیزیشن و مسائل بهینه‌سازی دارید، میتونید بیاید از این طریق حلگر مناسبش رو اینجا به کار بگیرید و در واقع یک مسئله بهینه‌سازی و اپتیمیزیشن رو حل کنید. پس کاری که در ماژول جاب انجام میشه در حوزه پردازش هست. تا ماژول مش همه کارهایی که انجام دادیم پری پروسس بود. این ماژول جاب به شکل اختصاصی کار پروسس رو برای شما انجام میده. بسیار خوب، برگردید به اون گام هایی که خدمتتون عرض کردم. حالا شما اومدید یک مسئله تعریف کردید، مسئله رو حل کردید، حالا نیاز دارید اون خروجی هایی که مد نظرتون بود رو ببینید، تصمیم بگیرید که آیا اون طرحی که داشتید طرح مناسبی هست، تصمیم بگیرید آیا قطعه ای که قرار تولید بشه با این هندسه، این مشخصات، این جنس کارایی لازم رو توی این نقطه و توی این مجموعه داره یا نه. همه این مواردی هست که در حوزه مشاهده نتایج تحلیل قرار میگیره. ماژول ویژوالیزیشن در نرم افزار آباکوس کاری فراتر از اینها برای شما انجام میده. شما میتونید نوع متغیرتون رو برای نمایش تعیین کنید، میتونید زمان و اون استپی که تعریف کردید رو برای نرم افزار مشخص کنید، میتونید بیاید نوع نمایش نتایجتون رو برای آباکوس تعیین کنید. یعنی اینکه بگید نمایش رو من دوست دارم به شکل کانتور و کیفی به من نمایش بدی، یا اینکه من دوست دارم بیام یک نمودار تنش کرنش از مسئله مد نظرم بکشم، یا اینکه دوست دارم اصلا نتایج حاصل از حل رو استخراج کنم و ببرم توی یک نرم افزار مثلا اکسل یا مطلب رسمشون کنم، یا برای مجموعه های دیگه پرزنت کنم. همه این کارها در حوزه وظایف ماژول ویژوالیزیشن قرار میگیره. همه مواردی که خدمتتون عرض کردم به همراه نحوه استفاده از ابزارها، نحوه بکارگیری ابزارهای خاص و مختلف، نحوه در واقع ساده سازی یک مسئله بسیار پیچیده به تعدادی مسئله ساده در گام‌های متفاوت حل، همه از جمله مواردی هست که در مجموعه آموزشی نرم افزار آباکوس که در سایت 3D استاتایار تدوین شده در اختیار شما عزیزان قرار گرفته. امیدوارم مجموعه‌ای که براتون انتخاب کردیم بتونه راهگشای شما باشه در حوزه مسائل آکادمیک، در حوزه مسائل صنعتی و روز به روز شاهد پیشرفت و موفقیت شما عزیزان در این حوزه باشیم. از توجهتون سپاسگزارم. ما را همچنین